میدونم هممون نگران غذاهای فوق فراوری شده هستیم و خب حقم داریم. ولی اگه بهتون بگم یه استثنای خیلی بزرگ این وسط وجود داره. یه استثنا که شاید کل بازی رو عوض کنه و همه چیزایی که فکر می‌کردیم میدونیم رو زیر سوال ببره. سوال اصلی دقیقاً همینه. آیا واقعاً باید همه محصولاتی که برچسب فوق فراوری شده دارن رو با یه چوب بزنین یا داستان پیچیده‌تر از این حرفاست؟ بهتون قول میدم جوابش غافلگیرتون میکنه. خب بیایید از اول شروع کنیم. اول از همه باید دقیقاً بفهمیم وقتی میگیم فوق فراوری شده منظورمون چیه و اصلاً چرا این موضوع اینقدر تو دنیای سلامت امروز مهم و جنجالی شده. ببینید نگاه ما به غذا دائما در حال تغییر بوده. یه زمانی فقط نگران این بودیم که ویتامین کافی به بدنمون برسه. بعدش نگران کالری و چربی و شکر اضافی شدیم. اما الان علم تغذیه وارد یه فاز جدید شده و داره به خود فرایند تولید غذا نگاه میکنه. پس تعریف دقیقش اینه. غذاهای فوق فراوری شده فرمول‌های صنعتی هستن. یعنی چیزایی نیستن که شما بتونید مواد اولیه‌شون رو بخرید و توی آشپزخونه درست کنید. اینها با استخراج مواد از غذاهای کامل و ترکیبشون با کلی افزودنی ساخته میشن تا فقط شبیه غذای واقعی باشن. شاید فکر کنید خب این که همون هوله هوله است، ولی نه دقیقاً نیست. یه مثال عالی، نوشابه رژیمیه. این نوشابه نه کالری داره، نه شکر، نه چربی. پس چرا بده؟ چون یه محصول فوق فراوری شده است که پر از افزودنی‌های شیمیایی و تحقیقات نشون داده با کلی مشکل سلامتی مرتبطه. حالا اینجا رو ببینید، خود فراوری میتونه مواد غذایی رو سمی کنه. یه سیب زمینی آبپز ساده، سطح ترکیبات مضری به اسم AGS توش خیلی پایینه، حدود 17. اما همون سیب زمینی وقتی تبدیل به چیپس میشه، این عدد میپره روی 865 و وقتی سیب زمینی سرخ کرده میشه، به بیش از 1500 میرسه. یعنی نزدیک 100 برابر مضرتر شده. و حالا میرسیم به قسمت جالب ماجرا. این وسط یه سری محصولات جدید مثل گوشت‌ها و شیرهای گیاهی پیدا شدن که اونها هم طبق تعریف فوق فراوری شده هستن. همینجا همه چیز به هم میریزه. این دقیقاً همون سوالیه که باید بپرسیم. اگه فراوری اینقدر بده، پس چرا این محصولات گیاهی اینقدر دارن محبوب میشن؟ آیا اونها هم به همون اندازه مضرن؟ بیایید عمیق‌تر بررسی کنیم. خیلی خوب، وقتشه که یه مقایسه رو در رو داشته باشیم. میخوایم ببینیم وقتی گوشت حیوانی سنتی رو میذاریم کنار، جایگزین‌های گیاهی فوق فراوری شدهش چه نتایجی به دست میاد. این نمودار خودش گویای همه چیزه. با استفاده از سیستم امتیازدهی معتبر فود کامپس میبینیم که گوشت‌های گیاهی به طور مداوم امتیاز سلامتی بسیار بالاتری از گوشت‌های حیوانی میگیرن. گاهی 2 برابر، 10 برابر یا حتی 60 برابر سالمتر ارزیابی میشن. حالا بیایم رو 2 تا از بزرگترین دشمن قلب یعنی چربی اشباع و کلسترول زوم کنیم. همونطور که میبینید گوشت‌های گیاهی به طور متوسط نصف تا 1/3 چربی اشباع کمتری دارن و کلسترولشون هم تقریباً 0. این یه برد خیلی بزرگ برای سلامت قلب و عروق ماست. این فقط یه عدد روی کاغذ نیست. این نتیجه آزمایش‌های بالینی واقعیه. فقط با جایگزین کردن گوشت حیوانی با گوشت گیاهی، کلسترول بد یا همون LDL به طور متوسط 15 واحد پایین میاد. این یعنی کاهش چشمگیر خطر حمله قلبی و سکته در دراز مدت. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. بیایید در مورد چیزهای حرف بزنیم که معمولاً روی برچسب‌های ارزش غذایی گوشت نمی‌نویسن. یعنی آلاینده‌ها و افزودنی‌های ناخواسته‌ای که توی گوشت پنهان شدن. این لیست واقعاً تکان دهنده است، نه؟ از باکتری‌های مدفوعی که توی اکثر گوشت‌های چرخ کرده پیدا میشن گرفته تا باقی مونده آنتیبیوتیک‌ها، هورمون‌ها و حتی آلودگی‌های صنعتی. اینها خطراتی هستند که در فرایند تولید گوشت‌های گیاهی که با روده و فضولات حیوانی سر و کار نداره، اصلاً وجود ندارن. خیلی خوب، حالا آماده شنیدن مهمترین بخش این تحلیل باشید. وقتی به تصویر بزرگ نگاه می‌کنیم و تمام داده‌های مربوط به غذاهای فوق فراوری شده و بیماری‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، یه الگوی خیلی جالب و واضح مشخص میشه. و اینم از نکته کلیدی. مطالعات بزرگ و معتبر نشون میدن که تقریباً تمام خطرات سلامتی مرتبط با غذاهای فوق فراوری شده از 2 گروه خاص ناشی میشن.
اول، محصولات حیوانی فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس و دوم، نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های شیرین. صبر کنید. بذارید این جمله رو یه بار دیگه خیلی شمرده بگم چون این نکته کل بحث ما رو عوض میکنه. فقط اگه گوشت‌های فرآوری شده و نوشابه‌ها رو از آمار حذف کنیم، اون ارتباط ترسناکی که بین غذاهای فوق فرآوری شده و بیماری‌های قلبی وجود داشت چی میشه؟ کاملا ناپدید میشه، صفر میشه. این یعنی ما تمام مدت داشتیم به مقصر اشتباهی نگاه میکردیم. خب حالا که این حقیقت شگفت‌انگیز رو میدونیم، باید چه نتیجه‌ای بگیریم؟ چطور میتونیم از این اطلاعات توی زندگی روزمره‌مون استفاده کنیم تا انتخاب‌های بهتری داشته باشیم؟ ببینید، هیچکس نمیگه گوشت‌های گیاهی بهترین غذای ممکن هستن، اما اونها یک گام بهتر و یک پل فوق‌العاده هستن. اونها به ما کمک میکنن از رژیم غذایی مبتنی بر گوشت حیوانی که مضراتش رو دیدیم فاصله بگیریم و به سمت هدف نهایی، یعنی غذاهای کامل گیاهی مثل حبوبات و غلات حرکت کنیم. این نقل قول از پروفسور گاردنر، استاد دانشگاه استنفورد، به بهترین شکل ممکن این ایده رو خلاصه میکنه. این محصولات میتونن یه دروازه باشن که ما رو با دنیای سالمتر و خوشمزه گیاهان آشتی بدن. و این پیام نهایی ماست. دفعه بعد که این سوال براتون پیش اومد، از خودتون بپرسید در مقایسه با چی؟ در مقایسه با گوشت حیوانی که این محصولات اومدن جایگزینش بشن، جواب یک بله قاطع و محکمه. بله، اونها گزینه بسیار سالمتری هستن. یادتون باشه، لازم نیست رژیم غذایی ما 100% کامل باشه. گاهی برداشتن یک قدم خوب و یک انتخاب بهتر، یک پیروزی بزرگ برای سلامتی ماست. پس شاید وقتش رسیده که به این استثنای گیاهی در دنیای فوق فرآوری شده ها یه نگاه دوباره بندازیم.